خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما دینا روز درباره اپراتور گپ زدیم. what is operation, what is operator, what is operand. clear. بیل ما در پروگرام عملیات ها را اجرا میکنیم. به طور مثال یک وریبل است متحول است که کدام نوع معلومات ذخیره میکنه؟ اینتیجر به این معنی که اعداد بدون اشاری در ویلیو 1 وریبل باید ذخیره شود. صحیح است؟ باز هم یک دیگه وریبل گرفتیم به نام ویلیو 2. دی هم ما اعداد بدون اشاری دی ذخیره کردیم. دیتا تایپ یزو چی است؟ دیتا تایپ امرای نمی وریبل اینتیجر ما اضافه کردیم. اینتیجر به این معنی، اینت به معنی اینتیجر به معنی اعداد بدون اشاری. خب در هر دو وریبل قیمت ها را ما ذخیره کردیم. اور در هر دو وریبل ما 9000 و 4000 قیمت ها داریم. ما چه میکنیم؟ یک سوم وریبل دکلیر میکنیم، مشخص میکنیم در اینجا به نام سم هم میتونه که معلومات اینتیجر اعداد بدون اشاری ذخیره کنه. خب قیمت ویلیو 1 معلوم است، قیمت ویلیو 2 هم معلوم است. قیمت سم نه کجاست؟ قیمت سم بعد از عملیه اجرا شدن عملیه یعنی ویلیو 1 پلس ویلیو 2 هر دو قیمت های هر دو را جمع میکنه. جمع که شد اما قیمت مجموعه از او را کجا ذخیره میکنه؟ در سم ذخیره میکنه. ببین در اینجا ما از اپراتورها کار گرفتیم. اول اپراتور اینمی اساینمنت اپراتور است. ما این را خوانده بریم. این به نام اساینمنت اپراتور است. اساینمنت اپراتور اساین میکنه برای ذخیره کردن، برای مشخص کردن قیمت در وریبل. این اگر این نباشه شما نمیتونید که 9000 را ذخیره کنید. این کمپایلر قبول نداره، قبول نمیکنه. باید شما برای مشخص کردن ذخیره نمودن یک قیمت در وریبل از اساینمنت اپراتور کار بگیرین. اساینمنت اپراتور باز 4000 را برش گفتم که 4000 را ذخیره کو یا اساین کو. برای کی؟ برای ویلیو 2 یک وریبل است. بعد از او دیگه اساینمنت اپراتور هم است. یعنی در سم ذخیره کو چرا؟ اول اینمی عملیه را اجرا کو، اینمی عملیه اجرا میشه. یعنی قیمت ویلیو 1 که 9000 است جمع قیمت ویلیو 2 که 4000 است، از اون 9000 است. ویلیو 1 9000 جمع 4000 هر دو که جمع شدن 13000 به کی میته؟ اساین میکنه، ذخیره میکنه در سم وریبل. اگر ما حالی بیایم قیمت سم ببینیم آوتپوت سی آوت به معنی کنسول آوتپوت، یعنی این برای نشان دادن قیمت یک وریبل استفاده میشه یا برای یک پیام. ما میگم سم. اولی در سم هر چیز که ذخیره میشه او را نشان بده در اینجا. صحیح است؟ در سی آوت یعنی کنسول آوتپوت ما کمپایل میکنیم. میرا کمپایل ترجمه میشه، کمپایل ترجمه میکنه، کدام مشکل نیست. رن کنین نمیره. این می درن در کنسول مود برایتان چی را نشان داد؟ 13000 این جواب برایتان نشان داد. فهمیده شد؟ یعنی ما از چی آوتپوت گرفتیم؟ نتیجه را از کی گرفتیم؟ از سم گرفتیم. اینی برای آوتپوت است، کنسول آوتپوت. ما از طریق اینمی آبجکتی که به نام سی آوت است کنسول آوتپوت ایرا گفتیم که اینمی را آوتپوت کو، در هر چیزی که ذخیره شده او را برای ما نشان بده. خلاص کلوز. خب ما میایم پس از سر برایتان میگم یک آپریشن بود. نه آپریشن اصل موضوع ما آپراتور است. what is operator? operator is a symbol. یک سمبل است، یک علامت است که برای انجام دادن یک عملیه خاص می باشه. نه عملیه را اجرا میده. to perform an operation برای یک عملیه اجرا یک عملیه از استفاده میشه. ما گفتیم که بدون اپراتورها کدام عملیه اجرا شده نمیتونه. اگر اینمی اساینمنت اپراتور نمی بود یا علامت جمع نمی بود ای جمع میشدن قیمت های ویلیو 1 ویلیو 2 نمیشد، امکان نداره. بازو بدون اساینمنت اپراتور هم نمیتونیم که قیمت بدون اساینمنت اپراتور دهی ذخیره کنیم در وریبل ویلیو 1. صحیح است؟ خب اینمی را علامت خب اینمی را ما میگیم اپراتور یک سمبل است. باز ما گفتیم که ارتماتیک اپراتور اساینمنت اپراتور کدام بود؟ اینمی علامت مساوی. برای شما شناختن که برای چی استفاده میشه. برای ذخیره نمودن یک اجرای عملیه باز و قیمت که به دست میاریم او را در یک وریبل ذخیره میکنه یا در یک وریبل یک قیمت مشخصه ثابته ذخیره میکنه. خب باز کدام بود؟ ارتماتیک اپراتور بود. این رو ما مثال میتیم. ارتماتیک اپراتورز کدام ها هستند؟ جمع، منفی، علامت ضرب، اینمی علامت ضرب است، علامت تقسیم و باقی مانده. علامت فیصدی است برای معلوم کردن باقی مانده از استفاده میشه. باز ما اپراتور را داریم به نام کمپاوند اساینمنت اپراتور.
compound assignment operators کدام هستند؟ compound assignment operator به این معنا که امرای ارتماتیک اپراتور ها که هستند امرای از او علامت مساوی یا اپراتور مساوی هم اضافه میشه. به طور مثال ما میگم جمع مساوی، صحیح است، منفی مساوی، ضرب علامت ضرب و مساوی، تقسیم و مساوی، بعد از او هم مادیولس باقی مانده علامت فیصدی و هم مساوی. یا میگیم کمپاوند، دو اپراتور دو کارهای مشخص انجام میده. بعض اپراتورها ما داریم به نام انکریمنت دیکریمنت، انکریمنت یا دیکریمنت. انکریمنت دیکریمنت کدام ها بودن؟ اینمی انکریمنت دیکریمنت هستند. جمع ا به طور مثال یک وریبل است، متحول است، قیمت داره. چند قیمت به طور مثال داره؟ 10. قیمت ا 10 است. ما میگم که 1 جمع 10 جمع به معنای جمع 1. امرای قیمت ا قیمت داره که 10 است. امرای 10 1 جمع میشه خلاص. این به این شکل هم گذاشته میتونه. اینو میگیم پری انکریمنت. چی میگیم؟ پری انکریمنت. اول اضافه میشه، پری پیش میگه، پیش اضافه میشه امرای قیمت ا، صحیح است. و این پوست انکریمنت هم بوده میتونه. مو انکریمنت کیس انکریمنت به چی معنی؟ اضافه شدن، اضافه کردن. انکریز، انکریمنت یک اضافه میکنه خلاص، یک کم میکنه. دیکریمنت، صحیح است. ما در انکریمنت یک دیگه طریقه هم داریم، a پلس پلس. ببینید پلس پلس ا به این معنی 1 جمع 10 و 10 جمع 1 همون چیز شد. صرف این امیر یک دیگه به نام یک دیگه نام یاد میشه، این به نام پوست انکریمنت یاد میشه. پوست انکریمنت. اینا مثال کار میکنیم. خب ما در نوتپد نوت نوشته میکنم و تا مثال کار میشه بخیر. در دیکریمنت هم مترست. اینمی دیکریمنت است، اینا ما میاریم در اینجا. و دیکریمنت با کدام شکل است؟ این هم با دو شکل است. دیکریمنت میام دیکریمنت یعنی -1 منفی 1 1 منفی 10، صحیح است. اینو میگیم پری دیکریمنت، پیش از قیمت 10 1 کم میشه. و یک دیگه هم است به نام a ماینس ماینس، یعنی رو ما میگیم پوست دیکریمنت. واضح شد؟ پری انکریمنت، پوست انکریمنت، پری دیکریمنت، پوست دیکریمنت. یه مثال کار میکنیم. بعضی دیگه اپراتور هم ما داریم به نام کدام ها هستن؟ کمپریزن، اپراتورهای مقایسوی یا ریلیشنل هم برش میگه، ریلیشن اپراتورز، اپراتورهای مقایسوی. ببینید شما ما در مثال داریم ده بود دبل مساوی که است، دو علامت مساوی. این مقایسه میکنه. اگر یک باشه باز چی؟ بالکل. اینو ما کدام اپراتور میگیم؟ assignment operator. د دې دا معنی شو چې د دې یوزرنیم قیمت ورکړه چاته؟ د یوزرنیم ویریبل. موږ خو داسې نه غواړو، موږ وایم مقایسه یې کړه چې دوه مساوي علامې شوې، د دې معنی ده مقایسه یې کړه. ویې ګوره چې آیا فرق لري، آیا یو رقم دی او که نه دي. صحیح شد؟ یعنی مقایسه میکنه. ښه قیمت برش مشخص نمیکنه. خب کمپریزن اپراتورها کدام هستند؟ شما در مکتب شاید خوانده باشید. نمی علامت بزرگ، علامت بزرگ و مساوی، علامت کوچک، علامت کوچک و مساوی. اینا ما میگیم مساوی. دو علامت مساوی هستند. کمپریزن اپراتور کلشان کمپریزن هستند. یا برش ما میگیم نات ایکوال، نات ایکوال مساوی نیست. صحیح؟ مساوی نیست. این تمامشان ما میگیم کمپریزن اپراتورز. و بعضی دوستان لاجیکل اپراتورز، عملیه در بین دو شرط که استفاده میشه. ما براتون میگم شاگردایی که C++ میخوانن کدام ها هستن و شاگردایی که جاوا را میخوانن. دو شرط شده. هر دو شرط در بین هر دو شرط ما اینمی لاجیکل اپراتور استفاده میکنیم. و یا اند، صحیح است؟ اند اینمی اند است. علامت اینمی لاجیکل اپریشن ای که اجرا میکنه او اپراتورهای لاجیکل اپراتور هستند. لاجیکل اپراتور کدام ها هستند؟ اند، آر اند نات. هر سه شان ما چی میگیم؟ لاجیکل اپراتورز. لاجیکل اپراتورز. این هم کمپریزن اپراتور یا ریلیشن اپراتورز.
این ما باز در مثال کار میکنیم. صحیح است. خب اول میایم شروع میکنیم اساینمنت آپریتر به چی معنی؟ یک قیمت مشخص میکنه. به طور مثال ما میایم دینم اینجا برش میگم که فلوت یک دیتا تایپ است، نوع قیمت یا نوع شکل معلومات مشخص میکنه در یک وریبل. فلوت ما میگم پرایس به چی معنی؟ قیمت. صحیح است. پرایس یا میگم که بوک پرایس نام وریبل شد. مساوی کو یعنی قیمت ذخیره کو کدام؟ یعنی 500.5 شما میتونین که ادار اشاریه را ذخیره کنین در بوک پرایس، در وریبل بوک پرایس. چرا که دیتا تایپ ازو فلوت است. خب نمی ذخیره شد، میام در سی اوت، پس میگم که نمی را سی اوت کو که چی ذخیره شده در بوک پرایس. صحیح است. کمپایل کو، کمپایل اند رن 500.5 برتان نشان داد. خب اگر ما از یوزر بخوایم که یوزر انتر کنه در رن تایم دینمی حالت در کنسول مود، برای ما ایتو نشان بده که انتر بوک پرایس از ما پرسان کنه. زموږ نه پوښتنه وکړي انپوت را نه واخلي، از ما انپوت باید بگیره. چی کنیم؟ ببینین سی اوت گز برای اوتپوت استفاده میشه. ما سی ان کار میگیریم. سی ان کنسول اینپوت. کنسول اینپوت معلومات میگیره، یعنی اینپوت میگیره از یوزر، از کیبورد، از طریق کیبورد. سی ان extraction operators، دو علامات بزرگ یا ما میگیم extraction operators. خب نام وریبل چی است؟ خب ما خب برای وریبل قیمت مشخص کردیم، ما میگیم مشخص نمیکنیم. وقتی که رن شد دو وقت باید قیمت باید برش مشخص کنیم. سی ان نام وریبل چی است؟ بوک پرایس. خب وریبل چی است؟ وریبل به خاطر ذخیره نمودن معلومات ما از استفاده میشه. در وریبل ما معلومات ذخیره میکنیم. خب از طریق در کدام وقت؟ در رن تایم. سی ان کنسول اینپوت. خب سی ان چی میکنه؟ اینمی بوک پرایس به نام بوک پرایس یک وریبل است، ایرا در رن تایم قیمت میده و پس سی اوت را پرینت میکنه بریم. خب بیاین کمپایل میکنیم اند رن. ببینید رن هیچ چیز نشان نمیده، صرف بلینکینگ میکنه. ببینید ما میگیم پرامپت به معنای شما را میگه که یک چیز انتر کو. خب ما چرا انتر میکنیم؟ بوک پرایس انتر کنیم. آیا معلوم است آلی؟ معلوم نیست، مشخص نیست. آلی برش میده. ما میگیم که 600. وقتی که انتر شد چی میشه؟ اینمی اول از طریق سی این اینمی 600 در بوک پرایس ذخیره میشه و سی اوت را پرینت میکنه. صحیح است؟ انتر کنین. ایرو خمان نشته کردم داخل شد انتر، باز براتون 600 نشان داد. این 600 است که شما ذخیره کرده بودین در بوک پرایس. بین که یک امر یک پیام برای ما بیاید که انتر بوک پرایس داخل کردن قیمت کتاب. پیش از اینمی سی ان که است بالای ازو از طریق سی اوت ما میتونیم یک پیام نشان بدیم. برش میگم که انتر بوک پرایس قیمت کتابتان نشته کنید. داخلم سمی کالن. ای به ایمانا خب این ذخیره نمیشه در وریبل، این یک پیام است. باید شما یک یوزر را بفهمانید. یک یوزر باید بفهمه که ما قیمت چی را نشته کنم. ببین در اینجا خود نشان نمیده نه. کسی نمیفهمه چی را نشته کنم، نام نشته کنم، قیمت چی را نشته کنم، معلوم نیست. اگر ما بیایم دینیم اینجا پیام اضافه کنیم، بعد از پیام امرای نمی پیام از طریق سی ان در بوک پرایس ما قیمت ذخیره میکنیم. خلاص بیاین کمپایل میکنیم، کمپایل اند رن. آل صحیح شد. انتر بوک پرایس آلی در اینم اینجا است در سی ان برای ما میگه قیمت ذخیره کن. ماش میگم 300 انتر، پس همون 300 برایتان اینمی سی اوت نشان داد. کدام مشکل است؟ گود. استاد کولش تو سی ای ای ورکو دسه تو لس سی ای نم استعمال ولا شي. خو په یو ویریبل کې یو وخت یو قیمت فی الحال ذخیره کولای شي. دې معنی دا شو چې یو ویریبل لرم سنگل ویریبل، نو دا یو ویریبل له یو قیمت ذخیره کولای شي. نو چې یو قیمت ذخیره کوي یو سی ان واخله. صحیح شو کنه؟ کله قیمت ذخیره کو بیا به ځان ډبل ویریبل اخلي. خو آینده کې مونږ کولای شو چې د اری لارې نه مونږ په یو ویریبل کې ستا د خوښ قیمتونه ذخیره کو تعداد لحاظ. از طریق اری ما میتونیم که در یک ویریبل ده صدها قیمت ها را ذخیره کنیم در یک اری. مشکل نیست. فهمیده شد؟ اب اگر ویریبل ها زیاد هستن بطور مثال میگم که باز چه میگم کامپیوتر پرایس یا یک ویریبل است.
برای از اون باید از ما پرسان شود که کدام قیمت نشته میکنیم. چه میکنیم؟ اینجا میم پس از سر میگیم برای سی اوت پیام جدا باشه، سی هم جدا باشه. چرا که یک دیگه وریبل اضافه شد. ما میگیم برایش انتر کامپیوتر پرایس مساوی اینه میشه. در پایین میم چرا نشته کنیم؟ CIN کنسول اینپوت. نام وریبل چی است؟ کامپیوتر پرایس. اینه می کامپیوتر پرایس نشته شد. اول چه میکنه؟ کمپایلر کمپایل میکنه. بعد از او وقتی که اکزیکیوت شد رن شد از پشتانی نمی پرسان میشه که انتر بوک پرایس قیمت ذخیره میکنه در وریبل بوک پرایس. باز پیام میاد صحیح است. باز چی میشه؟ در کامپیوتر پرایس شما از طریق CN یک قیمت ذخیره میکنید در این وریبل کامپیوتر پرایس. باز او صرف بوک پرایس نشان داده. حالا چه کنیم؟ ببینید شما میتونید در دو سی اوت طوری که از طریق دو سی ان قیمت های مختلف در وریبل های بوک پرایس و کامپیوتر پرایس ذخیره کنین. دو سی ان گرفتین. ما در دو سی اوت میتونیم جدا جدا که قیمت های بوک پرایس و کامپیوتر پرایس نشان بدیم. باز میم سی اوت برش میگم که کامپیوتر اصلا اگر از طریق اند استفاده کنیم پرایس. کدام اند؟ آپریتر اند. خب شما در پروگرام میتونید از اپراتورهای اند اضافه کنین. اگر در اینجا هدفتانی باشه که ما ایتون میگیم که در یک سیوت بیا و بوک پرایس اند کامپیوتر پرایس ایتون نیست. صحیح است؟ شما میتونید در یک سیوت چند وریبل ها را پرینت کنین. ما صرف برای اینمی سنتکس باید بفهمین. شما به خاطر از دو سیوت کار گرفتین. شما میتونید از یک CN چندین وریبل ها را چی کنین؟ مشخص قیمت دو مشخص کنین. قیمت وریبل ها را از طریق یک CN در چند وریبل شما ذخیره کنین قیمت ها را. لیکن جدا جدا نشته کنین تا که شما بفهمین. صحیح است؟ خب در اینجا ما از طریق یک CN کار میگیریم، مشکل نیست. از یک سیوت کار میگیریم، مشکل نیست. صحیح است؟ خب عالمه اول دو وریبل ها را مشخص کردیم. وریبل ها را در رن تایم قیمت دادیم. رن تایم رن تایم اینیشیالایزیشن یا قیمت دادن در رن تایم. رن تایم اینمی کنسول مود میگم. موسی اسکرین که باز میشن کنسول. بازو در وریبل کامپیوتر پرایس قیمت ذخیره کردیم. صحیح شد؟ این صرف برای فهمیدن است. اگر نه پیام ذخیره نمیشه در وریبل، صرف قیمت ذخیره میشه. خب در هر دو وریبل ها قیمت ها که ذخیره شد در مرحله دوم باز چی کردیم؟ هر کدامش هر وریبل جدا جدا چی کردیم؟ پرینت کردیم. آوتپوت گرفتیم از اینجا. خب بین عالی ما کمپایل میکنم، رن میکنم. اول در این اینجا است. برای ما میگه در پیام انتر بوک پرایس. یعنی در بوک پرایس وریبل بوک پرایس در رن تایم قیمت مشخص کنین. 300 انتر. حالا کجا رسید؟ در این اینجا. بالکل کامپیوتر پرایس. برای کامپیوتر پرایس کدام وریبل است؟ نام وریبل که آل ما قیمت ذخیره میکنم ای چی است نام وریبل؟ ببینید از در اینمی قیمت 300 در کجا ذخیره کنیم؟ در بوک پرایس. اینمی قیمت در کجا ذخیره میشه؟ در کامپیوتر پرایس. دو وریبل هستن. صحیح شد؟ اینمی اینجا است. حالا انتر میکنیم. هر دو را ببینید در یک لاین نشان داد 300 و 700. چرا که شما در سی اوت نگفتین برایش که لاین بریک کو جدا کیره. خود سی اوت تنها نمیتونه که یک لاین بریک کنه. او میگه ما برای تن آوتپوت میتونم خلاص. لاین بریک کردن نمیتونم. خب برای لاین بریک کردن یا شکستن یک لاین ما از یک دیگه کیورد به نام end of line استفاده میکنیم. end l به چی معنی؟ end of line. لاین بریک کو end شد. اینمی سی اوت میاد قیمت در بوک پرایس که شما ذخیره کرده بودین او را نشان میده براتون. باز لاین بریک شد، گپ خلاص شد، سمی کالن داخل. باز یک دیگه سی اوت میاد او قیمت کامپیوتر پرایس ذخیره میکنه. آیا ما میتونیم در اینجا اندل نمیشته کنیم؟ مشکل نیست. خود نیاز نیست. چرا که بعد از او کدام دیگه پیام یک قیمت نشان داده نمیشه. حالا ببین کمپایل میکنیم میره کمپایل اند رن. ببین ما در پروگرام اول اینپوت میدیم و ما را آوتپوت میدیم. در کلکولیتر هم مترس. شما اینپوت میدین شما را آوتپوت میدین. شما در فیسبوک اینپوت یوزرنیم پاسورد نوشته نمیکنین صفحه باز میشه؟ نمیشه. در کلکولیتر شما نوشته نمیکنین 10,000 جمع 5,000 15,000 جواب براتون داده میشه؟ نه خیر. اول اینپوت باز آوتپوت. اینمی اینپوت که ما انجام میدیم
معلومات ذخیره میکنیم از طریق سین میکنیم اینتر. خب قیمت مشخص نکردیم نه 800 اینه لین دو لین جدا براتون جواب نشان میده. That's it. استاد ما شما گفتیم که در فلوت ما اعداد اشاری را ذخیره کردن میتونیم، اما اینجا ما 300 و 600 دادیم اشاری نداریم. بالکل ما وقتی که دیتا با تشریح میکردیم ما چیزا گفته بودم براتون که فلوت بدون اشاری و اعداد اشاری هر دو را میتونه ذخیره کنه، مشکل نیست. خب هدف فلوت اینمی نیست که بدون اشاری باشه، باید اشاری باشه. او اینتیجر است که نمیتونید که شما از طریق دیتا تایپ اینتیجر در یک وریبل اعداد اشاری را ذخیره کنید. خب این قیمت ها بودن، به خاطر از او قیمت امکان داره در اشاری بیه و اهمیت هم داره که در اشاری بیه. صحیح است؟ شما خود گفته نمیتونید که 5500 خب اشاری رو اوسکو صرف 5000 میگیریم، نه کسی میگه؟ نمیگه، باید اشاری باشه. خب شما میتونید، صحیح است، ما باید اشاری از استفاده کنیم. خوب میاد باز هدف فلوت هم همی است. ما برش میگم 2.5 حالا صحیح شد اینتر. برش میگم که 4.5 450 پوینت است. صحیح است. اشاریه 5 200.5 2.5 نمیه او 250 میشه نه 200.5 صفر اونی چی نشته کردیم 400.5 انتر. هر دو برتان دا دسیمل یا ما دسیمل قیمت میگیم. ها قیمت دسیمل بولن جمع کی بالکل جمع کی راضی چی جمع کو هر دو را باید جمع کنیم به یا خود تنها هر دوشان نشان دادن نه ما را جمع میکنیم. اینو تو پرینت نمیکنیم. چی میکنیم؟ هر دو را جمع میکنیم. خب برای جمع کردن او خو قیمت میباشه نه قیمت توتال میباشه. برای قیمت توتال که هر دو قیمت ها جمع شان یک وریبل کار داریم، نیاز داریم اینجا کامن نشته کنین. ببین یک وریبل فلوت، دیگه وریبل فلوت و دیگه هم به نام توتال یا سم. مشکل نیست سم. میم آیا سم ما قیمت میتیم؟ نه خیر. یک عملیه اجرا میشه. کدام عملیه اجرا میشه؟ ما میگیم برش بوک پرایس جمع کامپیوتر پرایس. قیمت ها را بی و جمع کو. خب قیمت ها از کجا میاد؟ از طریق سین. ای را باز مساوی کو، یعنی در کجا ذخیره کو؟ در سم. یعنی سم ما قیمت نمیتیم. سم خودش قیمت باز انجام دادن اینمی اپریشن در ذخیره میشه، میگیره قیمت. پس بیاین در پوینت سی اوت آل چرا پرینت میکنیم؟ سم پرینت میکنیم. بیاین آل کمپایل اند رن. کمپایل رن میکنیم، قیمت نشته میکنیم 200.3 انتر 400.6 انتر. سم ده سم چی آمد؟ مجموعه بوک پرایس اند کامپیوتر پرایس. آیا خوب نیست که امرای نمی جواب که است یک پیام نشان بدیم؟ خوب میانه the total of book price and computer price بیاین مشکل نیست. ایده کجاست؟ اینمی سیاوت دا کجا کرده؟ اینمی اینجا ببینید وریبل خو ما دبل کوتیشن گرفته نمیتونیم. که دبل کوتیشن چرا میگم؟ اینمی دبل کوتیشن است. دی ما پیام نشته میکنیم و با همون شکل پس برای ما نشان میده. خب تا که یک نفر بفهمه که چی هست، اینمی 600 جواب که می باید بفهمه. برای یک پیام شما دبل کوتیشن کار بگیرین، نشته کنین که the total یا the total of book and computer price. Can you use the sum of price? Yes, you can write anything. Clear? Like the sum of what? The sum of computer and book. Of computer and book. خوب یک پیام است. خوب است که یک نفر بفهمه که سم چی است. یعنی مساوی علامت اضافه کنه. با دبل کوتیشن شما هر چیزی که نشته میکنین مشکل نیست. و ضرور نیست که نام یا مو کامپیوتر و بوک نشته کنین. نه خیر. صرف نشته کنین total. Doesn't matter. After double quotation, you should use insertion operators. Insertion operators to separate your variable and your message. That's it. It is also called concatenation. So we can use insertion operator to concatenate, to join a string with variable, a variable with string. No problem. این variable است. ایرا جدا کردیم از طریق insertion operator. چرا که یک variable است
پیام نیست. این کدام حرف نیست که برای ما با اون شکل نشان بده. نه خیر، ما میگیم در سم هر چیزی که ذخیره شده او را نشان بده و این پیام با اون شکل باید نشان داده میشه. بیاین کامپایل میکنیم اند رن. آره پروگرام ما یک کمی خوب شد نه؟ کسی میفهمه که خوب چی را نشته کنم. 400 اشاریه باشه نباشه مشکل نیست. انتر کامپیوتر پرایس انتر. پس برای ما نشان داد the sum of computer and book is equal to enemy sum. sum اونمو ویریبلی که دستیات شما باز string یک پیام اضافه کرده بودیم. حل است مشکل اینجا حل شد. ما یک پروگرام جور کردیم که یک یوزر یک کلاینت میفهمه پروگرام. اگر این پیام ها نمی بودن باز نمیفهمید که چرا نشته کنم در اینجا. مثلا وریبل بعد سی ان استفاده کنیم یعنی کامپیوتر پرایس است جدا وریبل نه سی ان داره پایین سی ان جدا وریبل نوشته کنیم در بالا نوشته نکنیم در پایین نوشته در اینجا نشته نکنیم؟ نه در بالا که نوشته کنیم بوک پرایس اینا میاره. خب اینا میره نشته کنیم در اینجا یک دفعه نشته کنیم در سی ان؟ نه پایین سی ان جدا وریبل نوشته کنیم در بالا. خب او تو صحیح نمیه باز. خب ببینید شما پروسس این پروگرام رو یاد بگیرین با کدام شکل. ببینید اول ما ویریبل ها را دکلیر کردیم. صحیح است؟ دکلیر به چی معنی؟ که در حافظه ما جای گرفتیم. صحیح است؟ دکلیر باید اول شود. دکلیر شد آیا خو خالی است نه؟ به طور مثال فلوت بوک پرایس ما دایی برای یک قیمت ذخیره کردن یک ویریبل گرفتیم. این ویریبل خالی است. باز که دکلیر شد باز پسان شما از طریق سی ان یک قیمت برش مشخص میکنید. باز سی ان باز دکلیر کنیم. باز امو ویریبل دکلیر کنین؟ نه جدا وریبل دکلیر کنیم. یعنی بطور مثلا فلوت دیگه ویریبل. هیچ مشکل نیست. خب این خوب پروگرام باز نمیه. صحیح است؟ دکلیر در اول میشه در بالا. صحیح است؟ شاید از یادتان بره که در بالا کدام ویریبل بود. پس شاید باز همون ویریبل شما بگیرین از یادتان میرنه کامپیوتر بوک پرایس باز بیان باز سی ان نشته کنید هیچ مشکل نیست. در هر جا میتونین که ویریبل اینیشیالیزیشن و دکلریشن انجام بدن مشکل نیست. خب مشکل کجاست؟ دمی شما دینمی ده چیز باید فکر کنین. ایتو شده میتونه که اول سی ان بگیرین باز دکلیر کنین. ما ایرا میگم این باز نمیشه. فانکشن مختلف باشه کاراکتر باشه این فلوت باشه میتونیم ده یک سی ان ده یک سی ان ده هم یک برنامه نویسی که ما نوشته ببین ام گریج شامل داره ام مثلا فیصدی مشکل نیست. خب شما دیتا تایپ باید مشخص کنین. صحیح است؟ به طور مثال این قیمت ها هستن نه اعداد هستن. صحیح است؟ ده اشاریه میه. آیا در گرید درجه چی میه؟ حرف میه A B C. شما باید دیتا تایپ دیگه به نام 4 کاراکتر با معنی یک حرف. آیا ما میخوایم که در ویریبل گرید یک ویریبل است. دایی باید ما چی کنیم؟ مشخص کنیم یک حرف اینی ذخیره کنیم. صحیح است؟ شما میتونین برای گرید یک دیگه جدا سی این بگیرین امرای پیام مشکل نیست. خب شما نمیتونین که کلیر آله برای گرید که است گرید ویریبل از طریق سی ان شما یک دیگه چیزا هم گرفته میتونین مشکل نیست. صحیح است؟ خب بخیال ما این گرید اینجا کدام هدف خاص نداره. صحیح است؟ دی پروگرام شما میتونید از طریق این سی یک دیگه سی ان ایرا ما دیلیت کنیم delete and see out grade is equal to یا enter grade enter your grade double quotation semicolon cn grade see out your grade is equal to grade clear single quotation machine استفاده کو सिंगल कोटेशन उस तरह से इस्तेमाल वाला जब रन टाइम के दास सही था ये दुरुस्त सही मेगा माँ के देता है पे 4 दैक वेरिएबल मालूमात ज़ख़ीरा में करें बाय सिंगल कोटेशन कार बेगिरें बतौर मिसाल ग्रेड मसाइबा ए इन्हें तो बाय ज़ख़ीरा शाह या सिंगल कोटेशन خو وقت که ما در اینجا مشخص نمیکنیم قیمت ها را در رن تایم مشخص میکنیم یعنی در کنسول مود باز شما سینگل کوتیشن استفاده نمیکنید خود باز پروگرام میفهمه که شما در اینجا اضافه نکردید در رن تایم خودش مشخص میکنه
کمپایل رن کن اینمی بتن گستا ده یک بار کمپایل هم میکنه رن هم میکنه کمپایل اند رن that's it enter your grade is equal to A را انتر کردین انتر ذخیره هم شد پس برای پان نشان داد خب پس میایم در آپریتر ها صحیح است حالا شاید شما اینمی آپریتر هم خودتان بفهمید که چی است جمع کردن منفی کردن بین در منفی یک براتان مثال میتونم در جمع فهمیدن نه در سم که ما جمع کرده بودیم در اینمی پروگرامی بوک پرایس اند کامپیوتر پرایس اینمی علامت جمع است ریتماتیک آپریتر علامت ریاضی کی یا حسابی در اینجا میم حال یک دیگه مثال کار میکنیم برای علامت منفی میم نشته میکنیم فلوت سالری معاش میگه دیکلیر شد کاما خب شما اترا میتونید خواه در دو لاین جدا فلوت دیکلیر کنین تکس مالیه باز بیندنیم اینجا فلوت نت یا توتل سالری نت سالری معاش خالص نت سالری هر سه شان در سه لاین جدا چی شد؟ دیکلیر شد مشخص شد جای گرفتن شما هر سه شان فلوت هستن حالا پس بیاین در سی اوت ما برش میگم انتر سالری انتر سالری سی ان سالری را کدام ویریبل است اول که بنام سالری است سی اوت خب انتر تکس سی ان چی را نشته کنم کدام ویریبل تکس very good وضو سی اوت دنی چی را نشته کنیم آیا ما انتر باید کنیم نت سالری را نه خیر چی میکنیم این میخو معاش شد معاش یک نفر است این تکس مالیه است معاش میگیره از این منفی میشه تکس هر چیزی که میمانه باید ذخیره شود باید که مالیه را اجرا کنیم نه very good اینجا میم پیش از اینکه نتیجه نشان بده ما برش میگم اینجا نت سالری ویریبل است این را مساوی کو یعنی سالری ماینس تکس نفهمیدین بسیار آسان است ها بالکل یعنی این آپریشن که اجرا شد از معاش هر چیزی که ما دادیم از این منفی میشه تکس هم شما ده انتر میکنین نمی مالی است وقتی که منفی شد هر چیزی که پس ماند او را در جواب که هر چیزی که باقی ماند او را در کجا ذخیره کو در نت سالری آیا ما گفتم میتونیم your net salary is equal to the کدام ویریبل است نت سالری خود نت سالری that's it بین کمپایل اند رن حال میگه انتر سالری ما برش میگم 50000 انتر مالیه چند است 4000 انتر چند جواب باید به اینمی جواب که میاد ایده نت سالری ذخیره شده و پیش از اینکه را نشان بده یک پیام آمده کلیر گود خب در اینجا یک چیزی هست خواه آیا این کار ما خوب کردیم در سه لاین جدا از استفاده کردیم it's not a good programming practice چرا که ببینین data type salary text و net salary یک نوع است float است خب آیا ما چرا ایتو کنیم بین این منجا کاما the single line declare کردیم یعنی بچه مانا float data type است declare کو salary و text و net salary that's it clear بس هیچ مشکلی نیست نشته کنین یک سالری نشته کنین انتر تکس نشته کنین برتان جواب نشان داد خلاص صحیح است بازو هم آسان است کدام مشکلی نیست ای آپریتر ضرب است بسیار آسان است ضرب هم مثلا کامله اجرا میتیم اینجا من برش میگم که پر آیتم پرایس قیمت یک چیز هر چیز که بود او هر چیز بوده میتونه و در اینجا چی میگم برش کوانتیتی مقدار quantity and total price اینمو تو پروگرام ها را نشته کنیم total price enter ما برش میگم per item price و در اینجا ویریبل per item price چی است خود per item price that's it بازو enter quantity چند تعداد یا مقدار زور نشته کن quantity the quantity خود quantity variable است باید ذخیره شود حالا چه کنیم اینمی total price هم میگیریم اینمی total price هم
نشته میکنیم توتال پرایس از چی معلوم میشه؟ وقتی که ببینید اگر ما یک کلمه میخریم از بازار به 10 افغانی چند کلم هستن؟ 5. خب چند شدن 5 کلم ها؟ قیمت 5 کلم چند میشه؟ 50. صحیح است؟ میایم در اینجا برش میگیم که آل چکو اینمی پر ایتم پرایس ضرب ملتیپلای بای کوانتیتی و در آخرم جواب نشان میتیم که توتال پرایس. چرا که توتال پرایس ذخیره شد. ببین چی میشه ها؟ ما در پر ایتم پرایس یک قیمت ذخیره میکنیم. قیمت یک چیزه، هر چیز بوده میتونه. در کوانتیتی مقدار تعدادی اون چیزها را که شما میخرین او را ذخیره کردیم. باز چی میشه؟ اینمی پر ایتم پرایس که است ضرب میشه به کوانتیتی مقدار. هر جوابی که آمد او ذخیره میشه در توتال پرایس. سی اوت یک پیام نشان میده. ما برش میگیم که توتال پرایس double quotation and total price is equal to total price. این قیمت ها را ذخیره میکنه در اینجا و برای ما توتال پرایس برای ما نشان میده. خب کمپایل چرا ایرر است؟ مشکل لکجاست ها. ما پر نشته نکردیم ایتم اشتباه ها در ویریبل. باید نام ویریبل یکسان باشه. چیزی که دیکلیر کردیم اما اینیشیالایز هم باید شود. نشته میکنیم پر ایتم پرایس. کمپایل اند رن. پر ایتم پرایس ما میگیم که 5000 یک کامپیوتر ها هستند. چند کامپیوتر خریدین شما؟ 30 تا. قیمت یک کامپیوتر 5000 است. قیمت 30 چند میشه؟ انتر. توتال پرایس is equal to 1,50,000. کلیر؟ باز چی کنین؟ آره در تقسیم اپراتور تقسیم چی میکنیم؟ بسیار آسان است. ما برش میگیم که توتال پرایس معلوم است. صحیح است؟ پر ایتم پرایس معلوم نیست. ما رفتیم چیزها را گرفتیم با 1,50,000. چند چیزها را گرفتیم؟ 20 تا. هر چیز بوده میتونه. بطور مثال کامپیوتر ها را 20 کامپیوتر را با 1,50,000 ما خریدیم. خب یک به چند میشه؟ قیمت یک کامپیوتر معلوم شد. در اینجا تعداد چیز معلوم بود، قیمت یک چیز از زیاد معلوم نبود. حالا قیمت توتال پرایس معلوم است، از یک چیز معلوم نیست. اول بیایم در اینجا انتر توتال پرایس امیر تغییر میدیم توتال پرایس و در اینجا اول میایم توتال پرایس معلوم است. توتال پرایس انتر میکنیم. کوانتیتی هم معلوم است، قیمت یک چیز معلوم نیست. میایم در اینجا چی میگیم؟ پر ایتم پرایس ذخیره کو معلوم کو. از کجا؟ وقتی که انمی توتال پرایس چی کنیم؟ تقسیم کوانتیتی. بطور مثال 1.5 لک افغانی است، تقسیم میکنیم با 20. قیمت یک چیز معلوم میشه، یعنی دی ذخیره میشه و برای ما میگه که نه توتال پرایس بلکه پر ایتم پرایس is equal to پر ایتم پرایس. چرا که جواب در پر ایتم پرایس است. Per item price. Compile and run. Per item total price 1,50,000. Enter. 10 نشته میکنیم. بطور مثال 10 کامپیوتر با 1.5 لک افغانی ما خریدیم آمد برای ما. قیمت یک کامپیوتر چند است؟ 15,000. That's it. Clear? I think it's enough for today.